همونطور که میبینید این منم، ولی ببین الان من برعکس اسپان شدم و میخوام این آموزش رو بهتون بگم تا شما تو بازی برعکس بشید. خب اگه توی یوتیوب و اینستا دیده باشید خیلی هم میگن که اسم گرام رو نیم تگ گرام رو بزنی به گوسفند، خوک، حالا هرچی برعکس میشه. حالا چیکار میکنیم؟ اسم خودمون رو میذاریم گرام و اینطوری برعکس میشه. حالا چطوری؟ خب Oh my god. تو بازی که رفته بدراک فقط کافیه وارد این بخش بشید و اسمتون رو همونطور که ببینید گرام بذارید و حالا الان من اگه اسم دیگه بذارم نمیشه، فقط با گرام میشه و گرام رو میزنید همونطور که میبینید و حالا از اینجا میاد بیرون. موقعی که شما وارد مپتون بشید یک مپ بسازید، میبینید که کاملا برعکس وارد بازی میشید و این رو شما به صورت نیم تگ بیاید رو حیوانات هم بزنی، رو مرغ و رو هرچی، اونا براتون برعکس میشن. و اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما لایک ساب کنید که این آموزش رو هیچ کس براتون نمیذاره، فقط من میگم. پس لطفا همین الان کامنت بذارید که آموزش بعدی چی باشه.